نامزدی عجیب با باور نکردنی تخمین ارسلان با برادر قیس الفت شهزاد الفت. چرا شهزاد الفت خواسته با تخمین ارسلان ازدواج کند؟ افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی تخمین ارسلان در کشور استرالیا و گفته های تازه قیس الفت برای برادرش و تخمین ارسلان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تخمین ارسلان، هنرمند جوان موفق و مشهور افغان، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان بوده است. این دختر خانم جوان کارهای هنر موسیقیش را چند سال قبل با سرودن آهنگ دوگانه با امید نظامی آغاز کرد و در آن زمان محبوبیت و شهرت خاص در میان مردم افغانستان کسب کرد. این دختر خانم آهنگ‌های فراوانی سرود. این اواخر آهنگ‌هایش با شهزاد الفت و رفتار عاشقانه‌اش با این پسر جوان هنرمند موج انتقادات را در صفحات مجازی به همراه داشت. تخمین ارسلان با شهزاد الفت نظر و گفته دوستان و اقاربشان ازدواج کرده است، اما تاکنون معلوم نیست محفل عروسیشان چگونه و در کجا برگزار شده است. اما این خبر تاکنون از طرف قیس الفت، شهزاد الفت و تخمین ارسلان تایید نشده است، ولی من آرزوی خوشبختی و سعادت برای تک تک از جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. شهزاد الفت برادر خرد قیس الفت می باشد که تازه به هنر موسیقی پیوسته است. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان تخمین ارسلان به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، هر یک از شما نازنینان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته، شاد و موفق کامیاب باشید.